ماموران امنیتی مفتی قرقیزستان مقصدبک حاجی توکتاموشف را بعد از چند ساعتی به استعفا رفتنش با گمان دست داشتن در فساد مالی دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان گفتند پولی را که ساکنان برای ادای مراسم حج در اختیار اداره مسلمانان قرار می‌دادند، مفتی و مسئولان دیگری مفتیات بر عوض بهره یا فایز به دیگران قرض می‌دادند. بازداشت مقصدبک حاجی توکتاموشف روز 10 فوریه و بعد از بازپرسی سرمحاسب اداره مفتیات صورت گرفت. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گفت تفتیشات نسبت به اداره مسلمانان ادامه دارد. در مفتیات پول کلان در گردش است، مخصوصا هنگام سفر حج و حج عمره. سرچشمه های دیگری درآمد نیز هست. برای مثال کشورهای اسلامی طرحهای گوناگون را سرمایه گذاری می کنند. اما وضعیت حاضره برای منصب مفتی پیش آمده است. مقصد اساسی گذاشتن آدم خود به این مقام و گرفتن حق خود از این پول ها است. هر سال هزارها ساکنین مسلمان قرقیزستان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی می روند. سال گذشته قرار بود 6000 کس زیارت حج را به جای آورند و هر کدام $3350 پرداختند. ولی به سبب پاندمی کرونا ویروس مراسم حج صورت نگرفت. گفته می شود این مقدار پول به صورت حساب مفتیات وارد شده بود، ولی مقصدبک توکتاموشف پیش از آن که به استعفا رود و دستگیر شود گفته بود ادعا درباره مبلغ‌های جمع شده برای مراسم حج تهمت است. در همین حال روز 11 فوریه جانبداران مقصدبک حاجی توکتاموشف در نزد بینای کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان گرد آمده آزادی او را طلب کردند. آنها عین زمان خواستند قضیه مفتی سابق منصفانه تحقیق شود. با چی در کار است و چی مقدار این مهم نیست. مفتیات اداره دولتی نیست که تصدیق کنند آنها پولهای دولت را دزدیدند. آنها شورای علمای خود را دارند. کمیسیه مخصوص است که بخش مالی را تحقیق می کند. این کار داخلی آنهاست. مقصدبک حاجی توکتاموشف بار اول سال 2014 مفتی قرقیزستان انتخاب شد و سال 2017 بار دوم به این مقام آمد و مأموریتش باید ماه اپریل امسال به پایان می رسید. او یکی از چهره‌های نمایان روی تبلیغ جماعت در قرقیزستان است. جریان مذهبی که فعالیتش را در تاجیکستان، روسیه و قزاقستان و ازبکستان منع کردند. از منصب رفتن مفتی‌های قرقیزستان همیشه با ماجرا همراه بوده است. مفتی سابق مرادعلی چومانوف بر اثر لاتوکوب ففتید. سویون کلویف مفتی دیگر را نیز گروه‌های جنایی زدند و او ناچار از منصب دست کشید. چوبک جلیلوف که از سال 2010 تا 2012 مفتی قرقیزستان بود نیز زیر فشار نامه استعفا را نوشت و پیش از مهلت از مقام رفت.